من خدا خواهد کار به نهایتش رسید. امشبه اجداد کردن عمق یگیته محله اجداد کردن اخیرش اوش پخت. من که حاجی اوش گفتی خودمون که تیت کرد سادیم کسی نفهمد دیگه اوش لخ کرد سادیم بازم نفهمیدیم کروچی تو فهمیده نه؟ خب ولید هرچی میگیم دیگه. من خدا خواهد پگه شوام کسی این مردم محله با هم خیلی وای کنه. چی میگود؟ چوبار کنه فرمودم برای اوش و کوسی تو اکران کوسی نشاولو یا غاره و بینزی پیله بجای کاسی بینزی پیل فرار گم مناسبش پیل زسره ورخته معصوم یا 2 ساله به سال پس تو بری خونه دبن زیده خدا خیلی محلی ما تصمیم گرفته است که تا آخر رمضان هم خیلی اوشه تشکیل کرده برای دیور برای محله سحری خوری به اوش تقسیم میکنن. محلی سامانیان یک میگوید نه محلی سامانیان یک با سرداری اکای شورجان و سقالی این محل چراغ کنم کنه با راه یاوه همین التیک دوره بده میگونه برای چی؟ اگر دوستو ویدیو ما برای شما پسند آمدگی باشد اگر حتما فکر اندیشه خوبی خود در نوار میگذارید. اینچین در حقی هم همین تشکیل کننده همین گونه یکی سحری خوری ها دوی نیک میکنید. لیم همین محله ها هم خیلی شده مردم مادر و خواهر و زن ها سحر قطعی به حضور آمدن خیلی آش خوننگا برده سحری خوری کنن. چوپا شورت غربی مفرو ما بيقول اون افراد دای علی کوشی گشت وقت حساب شد ما خودم میبرمش از اون نشه شما زیاد اینجا این سینه میده میام کی جمع زندان کار اساسی در همین جاییه تو ایدان کجا بجا نو همراه میگو همینا همراه در طبق تو جونمه میتونه دوام 2-3 روز گرد اطراف باشه دیگه اعلان تو نمیزه می اومده اوش برید برای سحر خوریتون من بابارم از فرصت مناسب استفاده برده لیمونچه آماده کرد سادیم بردلش چای نگی کنکره دونده چای لیمونچه
کار خدا خواست سر شده بسم الله گفته اولیشو زنده است اولیشو برونم و زنده ها گفتی شنکره نیم ساعتی وقت ابری آشی گفتن همده حالا هم خوبه تو شرف میکرد و هم نون داریم حاجی جواب تیم حاجی اینجا به اوتای که